ببین توی که باغ ویلا داری، اگه چیزی ازت ببرن، حداقل الان کوچیکترین چیزم اگه ببرن 4-5 میلیون تومان پولشه. و بدترین حس اینه که اون حس امنیت تو اون باغ به هم میریزه. یعنی اینکه احساس کنی یه نفر وارد اونجا شده، دیگه نمیتونی شب سر راحت روی بالش بذاری. ما اینجاییم که دغدغه تو رو برطرف کنیم و دوربین رو آوردیم که حتی نیاز به برق هم نداره. یعنی اینکه طرف بیاد برق رو خاموش کنه، یا شما دغدغه داشته باشی که آقا من ویلام برق نداره نمیتونم دوربین بذارم، اصلا دیگه همچین چیزی مطرح نیست. این تعقیب سوژه داره، تشخیص انسان داره، یعنی مثل یک نگهبان برای باغ شما عمل میکنه. هر اتفاقی که بیفته سوژه رو تعقیب میکنه، دید در شب داره، محیط رو روشن میکنه، آژیر میکشه، رو گوشی بهت پیام میده. یه چیز تمام و کماله که میتونه امنیت یه باغ 400-500 متری رو راحت با یه دوربین تأمین کنی. و قیمتش هم هولوش 15 میلیون تومنه که عددیه که واقعا میارزه. یعنی دو تا وسیله از باغت ببرن کلی الان باید هزینه بکنی. اون هزینه رو نکن، امنیت تو برقرار کن، هر موقع هم خواستی بزن رو گوشیت آنلاین ببین.